پس از سال 1324 اینجا فعاله، درسته؟ الان نسل سوم. نسل سوم. آره حاجی خودش خود کرد، بچه‌هاشون خود کردن و نوه‌هاش. نوه های حاجی الان هستن. 1324 خیلیه تو. اینجا رشته و خشکار گلفشان با تأسیس 1324 تو دل بازار رشت. این مایعی که میریزیم ترکیب چیه؟ آرد برنج آرد برنج آب. یکی از خوشمزه ترین شیرینی‌های گیلان میشه. بعد از اینکه پخت انجام شد اینجا مغزی دارچین و گردو، درسته؟ با شکر. گردو، شکر، دارچین. به این صورت بسته‌بندی میشه و میان اینجا. حالا اگه بخوام پختش کامل کنن تو خونه باید سرخ کنم. توی ماه رمضان خیلی پرطرفدار میشه، درسته؟ تو ماه رمضان الان سوار تو 4-5 سال هم خرید میکنم. مشتری‌ها میان، مسافرا میان خرید میکنن. یکی از فکر کنم قدیمی ترین رشته خشکار بازار رشت اینجا.